با احترام مردم ایران زمینم، بالاخص بندر عباسی های عزیز، امروز 21 اومد خونمون و گفت رام بری بعد از حادثه بندر عباس مقام قضایی دستور داد مسببو بگیرند و بکشند و بر حد مجازات برسونن. بعد اومدن مسببو بگیرن، هیچ کی گردن نگرفت. فلانی گفت من نبودم، دستم بود، دستم نبود، آسنم بود و انداختن گردن حمودو و بعد گفتن آب و هوای جوری بوده و بعد آخر بار گفتن تقصیر بیگانه بوده و یه وقتم گفتن مسکو موشک بوده زی حرفا. بعد بگوی پدافنده چرا عمل نکردن؟ یه چیز دیگه میگن. شما ببینید یه ماشین میره تو بندر عباس، از بندر عباس بخواد بره تو شهر خودش چندی میگردنش که مبادا یه وقت یه کالایی بخواد قاچاق کنه بره تو شهرش. وقت نتونستم نفهمیدم مسببی محمولا و اینا کی بوده و چی بوده و از کجا اومده و کجا می‌خواست بره، چطور می‌خواست بشه. بعدم آخباری حادثه مثل بقیه حادثات که جمع میشه، نکس استعفا میده، نکس مقصر واقعی پیدا نمیشه از این حرفا. بعدم میگن همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم. نه، همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم.